اومدیم با آموزش ساخت این تونلای جابجایی. حالا خب آقا این اینجوری کار میکنه. مثلا الان یه ایستگاه 1 داریم، یه دونه ایستگاه 2 داریم اونور، یه دونه ایستگاه 3 داریم اونور. خب الان من مثلا میام این سمت راستیه، مثلا میره سمت همین 2، اون یکی میرفت سمت 3. حالا این چیکار میکنه؟ یه آسانسور ماننده. چجوری بسازیمش؟ با کامنت بلاک باید بسازید. الان من مثلا اینجا رو نگاه کنید، اینجا کامنت بلاک گذاشتم. باید این کدی که می نویسم رو بنویسید /tp فاصله @p، بعد یه فاصله دیگه میذارید، مختصات جایی که میخواید بهش تلپورت کنید رو می نویسید. الان بعد جلوی کامنت بلاکتون یه بلوک و یه دکمه میذارید، دکمه رو که میذارید میرید با اون مختصاتی که زدید. حالا چجوری بدون کامنت بلاک بریم؟ بچه آموزش گرفتن کامنت بلاک رو توی ویدیو دیگه میذارم براتون. بدون کامنت بلاک اونجوری که باید برید توی بخش تایپ همون کد رو بنویسید. الان من مینویسم /tp فاصله @p فاصله، الان یه مختصاتی مثلا مینویسم. خب الان خب هیچی، الان من اومدم اینجا. خب الان من اومدم اینجا، مختصات اینجا رو زدم. نگاه، منفی 133 اینجاست، 021. خب الان شما هر مختصاتی که خواستید رو میزنید. بچه امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بیاین آقا حتما چنل رو ساب کنید، ساب نیاز دارم. این امیرعلی پلیرم، ساب کنید تا ویدیو بعدی. خدافظ.